با انجام رسیدن ساختمان قطعه اولی کانال قوشتپه به درازی 108 کیلومتر در شمال افغانستان، کشورهای پایاناب رودخانه اومو یا پنج، مخصوصاً ازبکستان و ترکمنستان را نگران کرده است. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ماهی گذشته در نشست کشورهای حوزه ارال در دوشنبه گفته بود اگر افغانستان کانال قوشتپه را در دریای اومو به کار درآورد، توازن آب در آسیای مرکزی تغییر خواهد یافت. او دعوت کرد که حاکمان فعلی کابل با گفتگوها در مسئله آب منطقه جلب کرده شوند. با گفته رئیس جمهور ازبکستان در منطقه در مورد استفاده آب بازیگری نو به وجود آمده است که در نزد کشورهای ما یگان عهدهداری ندارد. اما متخصصان آب منطقه‌ای بر اینند که طبق قانون‌های بین‌المللی افغانستان به حیث کشوری سراب حق استفاده آب از رودخانه اومو را دارد. اینو دور اساسه و تقسیمات کردن. 1986 سایوز گیپروادخواز گفتگی اینستیتوت بود، همون با مینوادخواز اساسه پیشنهاد کرد وریانت خودش تقسیمات او همونجا برای که افغانستان در شمال خودش 340,000 گکتار زمین آبیاری کند 40 میلیون رزرویر کردن، یعنی اجازه دادن که افغانستان 3.6 کوب کیلومتر آب گرفته تونه، همون هم نگرفته هستیم. بعد دیگر طرف 40 من همین دولت SSR من همین برای آسیا میانه دولت آسیا میانه تقسیمات کرده است. افغانستان چی دور دارد؟ من همین تقسیمات SSR با افغانستان چی دارد؟ و SSR با نمیدارد خوزه. حامدجان عارفов می‌افزاید در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه‌ای را امضا کرده بود که طبق آن افغانستان حق داشت از رودخانه اومو 9 کوب کیلومتر آب بگیرد. ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری می‌کند میگوید بعد از انجام همایشی رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبع‌هایش در مقامات تاجیک گفتند در این مسئله کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری را نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشور پایاناب رودخانه اومو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قوشتپه از رودخانه اومو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبع‌های دیگر غیر امکان است و اگر این طرح عملی شود باعث وارد شدن تاجیکستان با نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود. البته این از لحاظ امنیتی نگرانی‌های بسیار کلانی را برای تاجیکستان دارد. در پهلوی دیگر نگرانی‌های امنیتی که در حال حاضر وجود دارد، چون تاجیکستان در خط مقدمی به اصطلاح خطر تروریسم اکستریمیسم که از افغانستان و آسیای مرکزی تهدید می‌کند در خط مقدم قرار دارد. از لحاظ دیگر برخلاف همه کشورهای همسایه افغانستان کمترین روابط و همکاری را با حکومت طالبان دارد. از این لحاظ این احتمال این خطرها هست و وارد این بحث هم شدنش هست. اما تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود میتواند که از این فکر منفعت‌های زیادی را خوب حاصل کند، از جمله با کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان. اما احمد بوریز مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا به این نظر است که همکاری کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان در مورد کانال قوشتپه همکاری با طالبان نیست. این طرح قبل از طالبان طرحریزی شده است و فقط امروز امکان عملی شدن آن پیدا شده است. در مدت یک قرن و بیشتر از این هم از زمانی که این دریا وجود داره از آب این دریا کشورهای پایان آب بیشترین استفاده را کردن. اما واقعیت قضیه چی است که سرآب دریای اومو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30% آب دریای اومو از کوهپایه‌های افغانستان سرازیر میشه و بقیه‌اش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سراب حق ویژه قائل هست و بحث کانال قوشتپه را ما نباید به طالبان ربط بدیم. این پروژه سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است که عملی نشده بود و این پروژه
طراحیش و به اصطلاح کار مهندسیش در زمان آقای کرزی و اشرف غنی صورت گرفت. این که طالبان آمدن شروع کردن، ما این را نباید یک پروژه طالبانی بدانیم، پروژه افغانستانی را بدانیم و دوستان ما، همسایه‌های ما حق دارن نگران باشن از خود طالبان، نه از پروژه قشتیپه. тоҷикистон аз оби дарёи ому истифодаи ночиз дорад. коршиносон ҳам бар инанд ки ба фарқ аз кишварҳои поёноб бунёди канали қуштепа ба тоҷикистон ҳеҷ таъсир нахоҳад дошт. қуштепа канали бузургтарини обрасонии афғонистон қарор аст аз рудхонаи ому дар як сол то 20 миллиард мукааб об бигирад. намояндагони толибон иддао доранд ки бо истифода аз ин миқдор об 600 000 гектар замини лалмиро обёрӣ мекунанд. кишварҳои осиёи марказӣ 30 сол пеш мувофиқаномаи алмаъторо имзо карда саҳми ҳар кишвари минтақаро дар тақсими об танзим карда буданд. афғонистон зери он имзо нагузоштааст, аммо тибқи ин созиш ҳақ дорад барои ниёзҳои худ аз рудхонаи ому ҳамасола беш аз 1 миллиард мукааб об бигирад. канали қуштепа интиқоли 20 миллиард мукааб оби омуро дар назар дорад, чизе ки дар сурати ниҳоӣ шуданаш мушкили камобиро дар осиёи марказӣ бештар ва ҷиддитар хоҳад кард.